سلام، شیوا ابراهیمی هستم. کانال یوتیوب پاریستانبول به همراه دوست عزیزم افسانه اومدیم ویدیو بگیریم در بهترین هوای خاکستری پاییزی، هنوز پاییزی اروپایی، در روز بعد از کریسمس. بریم بچرخیم. بریم. ماشاءالله چقدر هوا دلگیره. بسیار بسیار. این صدایی که در پس زمینه میشنوید یک زبان دیگری از شرق دوره در واقع. اینجا مولتی کالچراله و اینکه اگر فکر کردیم که ما میخوایم که براتون توضیح بدیم که اینجا چجوریه و کجاست و فلان و اینا، کاملا در اشتباهیم، به خاطر اینکه ما خیلی هم از اینجا چیزی نمیدونیم. ولی اینجا یکی از مناطق بسیار زیباست دیگه، زیبا و خوش آب و هوای اطراف پاریسه که خیلی هم ظاهرا منطقه لاکچری هستش و خونه‌های ویلایی خوشگل و نمیدونم از این داستانا. خیلی هم خلوته، پرنده ها رو صداشون میشنویم. بعدش این که اسم سوقه، همینو بپیچ راست، همینو میریم راست. بعد خیلی کوچه های باحال و خوشگلی داره. چرا نمیگی که من شهردار سوقم؟ اینو میخواستی بگی تو پابلیک؟ آره افسانه جان، اینجا شهردار افتخاری یا نه؟ کی یعنی من افتخار میکنم یا اونا؟ شهردار کی الان افتخار میکنه؟ یا افتخاری یا نه خیلی رسمیه سوق شناخته شدن، به خاطر اینکه خیلی من نمیدونم به اینجا یه ارق خاصی دارن. سوقوندم من. بله ما سوقوندان هستیم. خونه های باحال ویلایی و حیات و نمیدونم تشکیلات و دیگه جالبه، قشنگه. توی این گشت و گذارا بالاخره چیزای جالبی آدم میبینه. بعدش هم این که اون ته که ما داریم به سمتش میریم، میشنوید منو دیگه، اون ته که ما داریم به سمتش میریم یهو یه دونه ویو از پاریس و برج ایفل و اینا میبینیم. البته با دوربین شکاری. با دوربین شکاری، البته با دوربین ما خیلی دیده نمیشه، چه خونه باحاله، این در مدرن و ایناست، ولی جالبه دیگه. کلا خیلی جای قشنگ و ترتمیز و خیلی خانوادگیه، محله خیلی امن و امان و شیک و شوک و از این داستان هست. خیلی باحاله، هوا خوبه، هوا قشنگه خدایی. یه خود دلگیر هست ولی هوای خوبی. همین که از اون بار یکی دو چرخ سوار به ما نزدیک می شود. بیا تو پیاده رو. چشم. اینجا سانتر گولوت تا ما بیایم این زبان رو بتونیم حتی رو بخونیم. من نوه هم دارن این وسط فوتبال بازی میکنن.
وای این خیابون باحاله که من دوست دارم. آره تو دیگه. هم دوست داری البته. خواستم خودم مطرح کنم. چه اشکالی داره؟ همه تو این دنیا دارن خودشون رو مطرح میکنن. اجازه بدیم منم خودم خوش ندینا گفته باشم. بله در این منطقه خیلی جنگلی ما الان وارد یک جایی میشیم که گلیه و چون که کفش های ما تازه واکس خورده کی واکس زده کفش رو؟ و اینکه افسار اینجا خیلی زحمت کشیده برای این حرکت چون که ساده نیست میدونی مخصوصا کفش من واقعا من تشکر میکنم و باید خیلی مواظب باشیم که توی گل و شل نریم وگرنه دیگه این کفشا به زودی به این زودی زود واکس نمیخوره. همه چی هم جلبک ملبک زده. آقا این مایک من هی میره اون زیر. اشکال نداره. انشالله که صدا رو میشنویم. خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو میدانم دست بزنم من پا بکوبم. کلا تو منطقه چی شده؟ منطقه انسان وجود نداره. نه انسان که اصلا ما دیگه آخه آره اینجا مجتمع مسکونیه. آره مجتمع مسکونی پرندگانه. چه باحاله. آره ولی بازم با دوربین ما گرفته نمیشه. چرا؟ گرفته شد؟ خب خوشحالم که یه چیزی گرفته شد چون وگرنه بقیهش که منم که زیاد هستم کلا. عزیزم یه خواهش می‌کنم یه مقدار من بگیرم شما یه مقدار توضیح بده در مورد منطقه. خواهش می‌کنم بفرمایید. منطقه عرضم به خدمت شما که خواهش می‌کنم. سلام علیکم. به گل روی ماه شما رو ما دیدیم. متشکرم. منطقه که صفر هسته خیلی منطقه قشنگ خالی از آدمیزاد تقریبا. آری بعد 2 تا آدم دارم. آره 2 تا آدم دارم. اینا رو ببندیم همینجور در 2 تا آدم دارم میان اون دورم من دارم ایفل رو میبینم. شما ایفل رو میبینی؟ هنوز نه الان که ما روی سینماتیک هستیم 2 تا دوست عزیز دارن اینجا رد میشن. یک زن و شوهر نازنین بودن که سبقوند بودن. اینجا همه به هم دیگه سلام میکنن. خیلی باحاله. آره بونجور گفت؟ بله نفهم. بله من حواسم به ایفل بود. منم علیکم البونجور گفتم. خب میفرمودین در مورد منطقه. ببین اینجا واقعا این شمال خودمونه ها. آره این عملشه. آخه یاد آبادی کردی؟ عهده بله میستر. یاد آبادیتون کردی دختر جان؟ سینی من کجا؟ سینی تو نیوردیم متاسفم. این اکسسوار دست منه من باید حواسم باشه من معذرت. اون سینی رو باید بیاری. آره دیگه آره سینی رو نیوردم حیفش. چقدر از این ماشین بدرنگه که من بدم میاد زیاده توی این شهر. آره مسی. آره نه رونالدو. مسی که والا یه چیز بی تکلیفی هستن. مسیه دیگه. من نمیدونم به هر حال قشنگ نیست. از ماشین سفید بهتره در هر صورت. بله هر چیزی یه رنگی بالاخره یه بله حالی بده. بله این منازل اینجاست. این واقعا این بولواره من خیلی ازش خوشم میاد. بعد اون موقعی که چیز داشت اون موقعی که درخت و برگ و مرگ و اینا داشتن خیلی بامزه بود مدلی که اینا رو هرس کرده بودن. آره. الان از بالای درخت معلومه اینجوری صافه. آره خیلی هرسشون کردن. آره. صاف و خیلی چیز. خیلی باحال. حالا نمیدونم چقدر جالب باشه این قضیه. ما خیلی برای همه چیز خودمون هیجان زده میشیم. ممکنه که آدما اینقدر هیجان زده نشن. حالا چه بگم. آخه یه دونه ژرمن گوگلی. بونژور.
این دفعه سر بنجوق من باز کردم. آفرین. سر بنجوق خودت وا کردی ها. این دفعه آقای هیچ تمایلی به بنجوق نداشت. وای چقدر باغ اینا قشنگه، باغچه و اینا. از این لوکسوریاست که آره. تابستونا بیای، یعنی استخ ندارن. نه بابا توی سگ سرما استخ نه دیگه یعنی تابستونا. تابستونا کلا برای 10 روز نمیاد استخ. واقعا تقریبا 10 روز کل تابستونی که میتونی آفتاب بگیری و اینا اینجوریه. الان یه عده میدونی چی دارن میگن؟ حیف مملکت خودمون نبود. بابا ما داریم سفر میکنیم، تو رو خدا بی خیال. داریم سفر میکنیم، حال میکنیم، یه روزی هم که مملکتمون آزاد میشه برمیگردیم به سفرهای داخلیمون ادامه میدیم. کلی سفر داخلی رفتیم. آره واقعا. بله. ببین سرعت رو زیاد کنیم. بذار از اینجا ایفل معلومه ها نیست؟ یعنی برم وسط کوچه. وسط کوچه آره. خب بذار برم وسط اینجا تو کوچه. پرسپکتیو دیده نمیشه. من معذرت میخوام یه مقداری گله اینجا. نه آقا جون از اینجا هیچی معلوم نیست. خب اینا دیگه وا خاک به سرم شی؟ خب نه من ممکنه ببینم عزیزم، توی تصویر معلوم نمیشه. آها خب آره. به خاطر اینکه الان عمق نه خودم دارم میبینم توی تصویر چیزی معلوم نمیشه. یه دوچرخه داره از روبرو میاد که ممکنه بزنه به من. خب آره این خونه ها بود که صحبتش شد و یه حالت بامزه‌ای داره. من خیلی این بولوار رو دوست دارم. خونمون رو عوض نکنیم بیایم اینجا. نه والله. چرا؟ از اون بومبلزی خوشت نیست؟ چون اینجا وابسته شدی؟ آره. اینجا سرعت 30 کیلومتره. این بامزه است. این نمیدونم یه چیز این ساختمونه یه چیز آها وای وای وای, وای. این ساختمونه خیلی باحاله. موزه است، کتابخونه است، چیه یه چیز خیلی باحاله این ساختمون و قدیمیه، خیلی قدیمیه. آره فکر کنم این پله های بغلشون مثلا بعداً اضافه آره دیگه اینو که جدید اون پله‌های فلزی تازه به دلیل اینکه روز چیه کریسمس هستش تعطیله. چیه به دلیل چی؟ به دلیل کریسمس تعطیله. I wish you Merry Christmas I wish you Merry Christmas. اینو که دیگه اشکال نداره من خودم دارم میخونم. ها خانوم؟ نه اینم بامزه است. کدوم؟ این نگاه کن چیزی خنگی. وای خدایا چه فیلتیله. آره. اونم فکر کنم اون پشتیه کلیسای چیزی باشه. آره همون چیزه. یه دونه کلیسا اینجا بود اسمش نوتردام بود. خب من فکر کنم که من دارم میام زیر ماشین. یه همچین حالتی داره اینجا. اگه همچین احساسی داری دوربینو بده به من. ببینمه. سیالو. بفرمایید. سپاس. خب من میگم که یه ذره قطع کنیم دیگه، خیلی بولوار طولانیه. بریم یه جا بشینیم یه قهوه‌ای بخوریم. آره بریم اون طرف اون طرفا، حالا یه بشین قهوه‌ای بخوریم یا هر چی. اصلا یه جای باز باشه میدونی، باز باشه. آره بعد نزدیک چی شد؟ همون سقف اون نزدیک بشیم به چیز، به آیفل هم نزدیک بشیم، یه مقدار اونور بگیریم دیگه. این همین بود که دیدیم، تموم شد. کات. این دوست عزیزمون که میبینین اسمش از اق و اق. اق همون آره، همون ای خودمونه، اق هم که دوباره همون آره. قطاراییه که در واقع از مرکز شهر پاریس، از یک مراکز ترانسفری در واقع
درست میگم، میاد به اطراف هومه و رفت آمد خیلی ساده تر و سریع تر میکنه. یعنی از مترو اینا خیلی سریع تره. مثلا اگه چنم 20 تا ایستگاه باید با مترو بیای تا برسی به این دور و بر، اگه تازه مترو داشته باشه. اینو با 4 تا ایستگاه میرسی اینجا. به خاطر همین خیلی خوبه. این اقا خوبه، ولی خب گرونتر از متروه. اشکال نداره، یه ذره گرونتر. ما که خیلی پول داریم. نه؟ رستوران تعطیل الان تعطیله دیگه. روز بعد فکر کنم الان همه جا تعطیل. نوله. ببین اون موقع که تعطیل نبودم اینجا تعطیل بود. این ور برم. خیلی داری منطقه بعد میگی. آقا من از منطقه بعد نمیگم، نیست آدم پیدا نمیشه. خیلی ببین کم کلابا الان اینجا همه دارم میترکونم. جره ثقیل وار، بانک وار. ما یه مقداری از استانبول هم بالاخره باید قاطی ماجرا بکنیم. آخه سانتا رو ببین. ببین امروز به جز بونژور باید چیزم بگیم. مری کریسمس هم باید همه بگیم. نه دیگه بگیم دیگه. خودمون شیرین کنیم برای مردم محل. اینجا بولانژری، حتی بولانژری هم تعطیله. بولانژری یعنی نونوایی. الان همه میگم ساکت باش بابا، خودمون میدیم. ببین بهترین رستوران چینی اتحادیه اروپا اینجا که تعطیله. بله. اونجا هم بولانژریه، پتیسریه اونجا، شیرینی فروشی. چه خوشگله. خیلی فکر کنم خیلی قدیمی و ایناست. اون روزی من اومده بودم دمش صف بود، یه جور شیرینی جالبی احتمالاً. یعنی این همه آدم اومده بودن به تو خدا محل بیرون؟ صف یعنی منظور 5 نفر اینا. کشتی ما رو. وای خدای چه بامزه و قشنگه. آره خیلی. اینجا آدمای بیشتری هستن، یعنی مردم چون که شدیداً عاشق نون و شیرینی و اینا هستن، به خاطر همین آدمای بیشتری اینجا حضور دارن. بونه آقا یه جایی باید بپیچیم دیگه. ببین اینجا الان بپیچی راست، خبر خاصی هم نیست ولی حاله. خب اون کافه ها رو بریم پیدا کنیم، بریم بشینیم. کافه ها اینا همینا بود دیگه که بسته بود. چی؟ نه الکی گفتم، نترس. نه ولی واقعا سمت راستش الان یه چند تا پله است. خب پله است یا سربالایی یادم نیست، ولی چیزه یه منظره قشنگ جلو. میری به سمت بام پاریس. ما اینجا الان در سطح بالاتری قرار داریم نسبت به پاریس دیگه. اینجا شبا همش فاگیه، فاگی، مه زیاده. یه آبادی ببینیم بابا. اینجا باحاله، بریم. همونو گفتم دیگه. آره. این سربالایی رو بریم اونجا منظرش خیلی بامزه است. من 2 روز نبودم تو اومدی منطقه رو کنکاش کردی یا؟ من کجا بودم تو اومدی کنکاش کردی؟ خونه فکر کنم. نه بابا یه جایی بودم.
قبل از هجرت دوم دیگه. بله. آخه دیوارا رو ببین، پر جولی بک و اینا، قشنگه، خدایی قشنگه، خزه و به به. رسیدیم و این هم شما، نه، و این شما و این هم پقی. به به. اون بالونه چیه اونجا؟ البته فکر کنم دوربین نمیبینه، بهتره خیلی راجبش صحبت کنم. چرا؟ میبینه؟ ویز داره. نمی‌بینه. چقدر من مسیج دارم، خیلی دنبالم میگردن تو این شهر، تو این شهره. آخه اینو از این چیزا، چراغای اینجوری. خب چیکار کنیم الان؟ به کدوم سمت باید بریم؟ الان میتونیم همه رو با یه خداحافظی خوشحال کنیم. واقعا اینقدر زود؟ آره دیگه. شهر معلوم بود؟ آره. همه جر ثقیلا مشخص بود. اگه چیز جالب دیگه ایزی میگیریم، اوکی. ولی دیگه به نظرم تا همینجا. این کوچه هم خیلی دیده نمیشه به خدا. ما اصلا باید تجهیزات بگیریم. اینجوری با این تجهیزات نه، به نظرم که نمیشه کاری کرد. تمام سفرامون داره از دست میره. کی بود پیروزا اینجوری بازی میکرد؟ من همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.